گداخته یکی از اون غذاهای قدیمی ایرانه که ریشش به کاچی میرسه. کاچی خودش ترکیبی ساده از آرد، آب، روغن و ادویه است، ولی گداخته یه نسخه کاملتر و مقوی‌تر از اون به حساب میاد. اسمش رو هم از روش پختش گرفته، چون موقع درست کردنش مواد روی حرارت ملایم کم کم نرم و داغ میشن، انگار ذوب میشن و با هم یکی میشن. این غذا فقط یه خوراک معمولی نبوده. از قدیم به عنوان یک غذای درمانی و مقوی برای وقتی که بدن ضعیف یا کمخون می‌شده یا برای موقعیت‌های خاص، مثلا وقتی نوزادی به دنیا می اومد یا عروسی بود یا مهمون خاصی داشتن، پخته می‌شد. گداخته از اصفهان شروع شد، اما کم کم پخش شد و توی استان‌های مختلف شکل‌های متفاوتی پیدا کرد. هر منطقه با توجه به مواد در دسترس خودش چیزی بهش اضافه کرد. یه جا با زعفرون درستش می‌کردن، یه جا با مغز گردو یا بادام. بعضیا هم گلاب و شکر می‌زدن تا خوش عطرتر بشه. در واقع گداخته یه جور تلفیق از سنت آشپزی ایرانی، باورهای طب سنتی و سلیقه محلیه. همین باعث شده تا امروز هم توی خیلی از خانواده‌ها و شهرها هنوز جاش سر سفره‌ها حفظ بشه. سلام، به یه برنامه دیگه با من خوش اومدید. امروز میخوایم یه غذای خیلی مقوی بهتون آموزش بدیم. مواد لازم: زردچوبه، دارچین یا هل، پودر نارگیل یا کره نارگیل، آب جوش، نبات یا شکر برای شیرین کردن، روغن حیوانی یا هر روغن گیاهی، مغزهای مختلف، گردو، بادام، پسته، فندق، کنجد. روغن رو با زردچوبه یکم تفت بدین. فقط حواستون باشه که روغن زیاد نریزین، چون مغزها خودشون روغن دارن و غذا چرب میشه. مغزهایی که داریم و آسیاب میکنیم و میریزیم تو مواد، یکم هم میزنیم و تفتشون میدیم. بعد دارچین یا هل رو اضافه میکنیم و آخر سر آب رو میریزیم تا همه چیز با هم مخلوط بشه. پودر نارگیل یا کره نارگیل رو هم با خورده های نبات یا شکر میریزیم داخل مواد. اگه دوست داشتید میتونید بجاش یا علاوه بر اون از خرمای خارک هم استفاده کنید تا گداخته شیرین تر و خوش عطرتر بشه. عالیه! لایک کنین تا غذای بعدی خوشمزه تر شه. اگه این ویدیو دوست داشتی همین الان سابسکرایب کن. این کار انرژی من رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بیشتری برات درست کنم. تا دستور غذایی بعدی، خداحافظ.